یکی بود یکی نبود. یه روزی از روزهای آخر هفته باب اسفنجی مثل همیشه در حال رفتن به مدرسه قایقرانی خانم پاف بود. تقریباً به وسطای راه رسیده بود که چشمش به 2 خانم ماهی زیبا افتاد. باب اسفنجی اون لحظه چیزی نتونست بگه و فقط محو زیبایی ممه 85 باستن گرد و خوش فرم و یه هلوی قلمبه بین پاهای خانم ماهیا شده بود. خانم ماهیا رفتن و باب اسفنجی تا رسیدن به مدرسه داشت بهشون فکر میکرد. در حالی که داشت از شق درد میمرد وارد کلاس شد و با دیدن خانم پاف فکرهای عجیبی به سرش زد. چند دقیقه از کلاس گذشت و باب اسفنجی هنوز به فکر خانم ماهیا بود و دنبال راهی واسه سرنگونی شق دردش. از خانم پاف واسه بیرون رفتن اجازه گرفت. داخل راهروی مدرسه بود که به این فکر میکرد با یه خودارضایی کوچولو شق دردش رو خاموش کنه. اما اگه خودارضایی میکرد باید قید ممه 85 باستن گرد و یه هلوی خوشمزه رو میزد که دوباره به سرش زد ترتیب خانم پاف رو بده. اما واسه این کار به دلیل و راهکار نیاز داشت که همون لحظه آقا مدیر از راه میرسه و یه عالمه اسکناس جلبکی به باب اسفنجی میده تا بده به خانم پاف. باب اسفنجی که شق دردش به آخرین مرحله رسیده بود با هیجان به طرف کلاس میدوه. بعد از چند دقیقه دلو میزنه به دریا و به خانم پاف میگه اجازه میدین دست به ممه هاتون بزنم؟ خانم پاف میگه ای باب اسفنجی بی تربیت، این چه کاریه؟ باب اسفنجی با خنده میگه من یه اسکناس جلبکی $5 دارم، شاید بدتون نیاد. خانم پاف یه لحظه فکر میکنه و میگه باشه، ولی یواشکی، کسی نبینه. چند دقیقه بعد باب اسفنجی میگه خانم پاف میتونم یه بار دست به باستنتون بزنم؟ $10 جلبکی میدم. خانم پاف با تعجب میگه باب اسفنجی تو داری از این پیشنهادها سوء استفاده میکنی، ولی اشکالی نداره، فقط همین یه باره. یکم میگذره باب اسفنجی یاد هلوی خانم ماهیا میفته و به خانم پاف میگه اجازه میدین دست کنم تو شورتتون و هلوی شما رو لمس کنم؟ خانم پاف با خنده عصبی میگه تو داری شورش رو در میاری باب اسفنجی، ولی خب باشه بیا. باب اسفنجی که شق دردش به آخرین نقطه رسیده بود میره واسه زدن تیر آخر. میبینه که $80 جلبکی از پولی که آقا مدیر بهش داده مونده و $20 هم خودش میذاره روش و میره سراغ خانم پاف. سرخ و سفید وای میسه جلوی خانم پاف با یه نفس عمیق میگه خانم پاف اجازه هست برای چند دقیقه فکر کنیم که شما شوگر مامی من هستید تا دوتایی با هم یه رابطه جنسی خوب داشته باشیم. خانم پاف که از پیشنهاد باب اسفنجی بدش نیومده بود گفت ای ناقلا حالا چند $؟ میدی؟ باب اسفنجی میگه خانم $100 میدم. خانم پاف که دید امروز باب اسفنجی $20 بیشتر از حقوقش بهش داده با خوشحالی قبول میکنه و باب اسفنجی هم با اون بینی بزرگش، دودول کوچیکش و کمک گرفتن از یکی از دستاش مشغول میشه. این روز بدون شک یکی از بهترین روزهای باب اسفنجی بود و خانم پافی که داشت از دهن و عقب و جلو دست و دماغ و دودول باب اسفنجی رو تحمل میکرد به این فکر بود که با پولی که هم از آقای مدیر میگیره چی میتونه بخره. بعد از تموم شدن خانم پاف خسته و کوفته گشاد میره پیش آقا مدیر و میگه این حقوق منو بدین یه هفته هم مرخصی بنویسید. مدیر با تعجب میگه مگه ندادن دست باب اسفنجی بیاره براتون؟ اگه از ویدیو لذت بردی کانال رو سابسکرایب کن که کلی از این ویدیوها توی کانالم دارم و ویدیوهای جدید رو از دست ندی.